آشوری می نویسه کتاب هایی هستند که اگر کسی با آنها چنان که باید سر کند، یعنی جانمایه اندیشه آنها را زندگانی کند، نقشی ناستردنی بر روان آدمی می‌گذارند، زیرا سر و کار آنها با جان آدمی است. این گونه کتاب ها نه کتاب معلوماتند که عقل آدمی را خوراک دهند، نه ادبیات که حس و عاطفه را برانگیزانند، بلکه جان آدمی را بیدار می کنند و با او در سخن می آیند. جان آدمی برتر از عقل و احساس اوست و آن گرهگاهی است که در آن عقل و احساس با هم می آمیزند و به مرتبه‌ای والاتر برکشیده می شوند. و در آن مرتبه است که جان بیدار پدیدار می شود که با جهان از در سخن در می آید و مشکل او نه چیزهای گذرای جهان و روزمرگی زندگی، بلکه مسئله جاودانگی و بیکرانگی است. راز هستی است. چون این کتاب ها می خواهند دری به روی جاودانگی و بیکرانگی باشند و انسان را از تنگنای جهان روزمره احساس و کوتاه‌بینی عقل خود بنیاد برهانند. کتاب‌های مقدس چنینند و کسی به جانمایه کلامشان راه میبرد که جانش در پرتو آن کلام به روی جاودانگی و بیکرانگی گشوده شده باشد. چون این گفت زرتشت نیز چون این کتابی، جانی که اینجا در این کتاب زبان به سخن میگشاید سخت درگیر همان مسائلی است که هر جان گشوده به روی جاودانه و بیکرانه با آن روبروست. از این رو کلام پرطنین شاعرانه و پیامبرانه آن بسا هنگام لحن کتاب مقدس یهودا مسیحی را دارد و سخت درگیر با آن است. درگیری آن با انسان مدرن و روح مدرنیت و پیام‌آوری که برای گذار از آن می کند، آشکارا جنگ و گریز آن را با روح تاریخ و تمدن اروپایی نشان می دهد. و همین دلیل چون این گفت زرتشت کتابی است ژرف اثرگذار، کتابی که می توان عمری را با آن سر کرد و آن عشق ورزید، پیوسته به آن روی آورد و از آن گریخت. اما کسی که جانش با جان کلام آن درآمیخت دیگر دشوار از دایره نفوذ آن بیرون میتواند رفت. ماجرای درآمیختگی من با این کتاب در این 30